الحمد لله الذي قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون والصلاة والسلام على رسوله الذي قال في خطابه صلوا كما رأيتموني أصلي وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران خیلی عزیز و گرامی، همدیاران عزیز، برادرانی که در هر جایی باشین و صدای مرا میشنوین، از خدای بسیار مهربان خواهان او هستم که خداوند همه شما را در پناه رحمت و عصمتش نگهبان باشد. میل های شما را، محبت های شما را، اخلاص های شما را باز هم به سوی دین پاکش زیاد بگرداند و از الله مهربان خواهان او هستم که خداوند با این اعتقادی بسیار صاف و پاکی که دارین که پیروی از قرآن و حدیث های زیبای پیامبر میکنین، با این زندگی کردن را برای شما خداوند نصیب گرداند و با این اعتقاد پاک و صاف اینجا الله میگه هر کسی که اگر دائم در همین پیش نظرش همین باشد، روز قیامت ملاقاتی که با الله میکنم به چه انجام یابد؟ حساب من در روز قیامت چی میشود؟ برادرای چیز از ذهن تا نبرارید. هر کدام در همین یاد باشه که شما را نامه اعمال میتن. کو نامه اعمال به دست راست میته یا با چپ؟ در همین اندیشه باش. از آن رابعه پرسان کرد سائل چرا شوهر نسازی از قبایل؟ رابعه را گفتن چی به شوهر نمیکنی؟ بگفتش در غم سه چیز هستم، ندانم قسمتی روزی الست، ندانم روز رحلت دادن جان رحم یا نه ز مکر دیو شیطان، دوم از شدت روز قیامت چی باشد حال اندر دادن خط، سوم دو فرقه گردد خلق فردا، یکی خوانده شود بر خلد اعلی، دیگر رانده شود بر جانب نار، گرفتاران قهر سخت جبار، نمیدانم که در بین کدامم از این اندوه در کلفت مدامم، از این باعث نسازم فکر شوهر، نیم غافل دمی از خوف محشر. گفت آخی در پیش جان کندن ای برادری عزیز، مرا دعوتی به شوهری میکنی، میدونی که من از این دنیا با ایمان میرم یا به ایمان؟ نمیدونی ها؟ دیگر این که روز قیامت دادن نامه اعمال ای الله با دست راست میته و با دست چپ، نمیدونی ها؟ روز قیامت خداوند بنده را دو فرقه میکنه، ایشا طرف جهنم میبره، ایشا طرف جنت. من از کدام فرقه شم؟ نمیدانی. انامین ها گفت مرهم آنچنا به خود مشغول و در ترس و در وهم گذاشته است که من دیگه یاد شوهر ندارم. حضرت مولوی را خدا رحمت کنه. بعد به طرف این مردکایی که در اعتقاد و در رویش از رابعه پسترم بعد چی گفت؟ نگر ای مردی سالیک همت زن، ای مردکا زنک دیگه کنی، نگر همتی زن که آن زن تاج مردان است، تو زن. او مردک گفت، تو زنک توی گفت. علم نبود به مردی ریش مایه و زو خر را کلانتر ریش خواهی. اگر به همی گو مردک جدا شود ای خر کلانتر بود. مردی نشان غیرت دین، اگر مردی بکن این رخش رازی.
به هر مطلب به کس همت بکار است که به همت به هر دو کم خواه است. برادرای عزیز، ترس انا ترسی که حتی دیگه یادی شوهر نمیکنه. لو تعلمون ما اعلمون لضحکتم ولضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. اگر شما میدانستین آنچه را من میدانم، پیامبر گفت شما تا مردن تون خنده نمیکردید، شما فقط گریه میکردید. ولا خرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله تبارک و تعالی. شما در کوچه رنگ نمی دیوانایی که وغس کم میگردن، آنچه را من دیدم، آنچه را من میدانم، شما میدیدین و میفهمیدین. رنگ دیوانای کوچه داد گفته میگشتین، میگفتن دیوانه ام، آنچه را که من میدانم. هر کسی که در پیشگاه پروردگار راست شدنش برادر عزیز دائم از ذهنش دور نکنه. همین خیلی باید من مردنی هستم، ایمان میبرم یا نه؟ حضرت مولوی مسلمان بودن تو کی به کار است؟ مسلمان مردن اینجا اعتبار است. اینجا مردنی با ایمان رفتن اعتباره، مسلمان بودن نمیگه. عزیزانی که از گریه نیاسود همه اندوه و خوفی خاتمه بود. او بزرگایی که میگه گریه میکن برای چی؟ خاتمم چی میشود؟ این کم مهنت ها کردم، زحمت ها کشیدم، آیا نزد الله قبول هست یا نه؟ پس برادران عزیز و گرامی، مقصد چی است؟ مقصد این است که از پیش چشم دور کندر کنیست. آیا ایمان میبرم یا نه؟ خب حتی سرتا در بالیش میمونی چی میگویی؟ بسمک اللهم اموت و احیا. خدای به نام تو میمیرم، به نام تو زنده میشم. آیا همین مردن، همین سرما ماندم، به همین بیدار شدن میتونم یا نمیتونم؟ خانه قبرم چی میشود؟ ملاقاتی با الله چی میشود؟ همه ای باید در ذهنمون باشه برادران. این را فراموش نکنین. اینجا بعد در دامش و نهى نفس عن الهوا. کسی نفس چه کنترل کرده بتونه برادران. بین کسی دائم ملاقاتی با الله را در پیشش نگه دارد. دو، نفس لجام زدگی، کنترل نفس زده شد. الله وعده کرد فین الجنت هی المأوا. انا جنت جای تو میشه، جنت باشیشگاه تو هست. هر کسی این چیزایی را که من برای شما گفتم از پیش نظرتون دور نکنید و دوم نفساتون را کنترل کنید. زیرا برادرها عالی ببینین بسیار این همینجاز گپای قرض رفت، خواب ندادن قرض رفت. حتی یه روز دیگه جا شنیدم که در اینجا با کدام شهرهای دم سفر داشتیم ما، شنیدم که دیگه حاجی ها را بار نمیتن. میگه اگر حاجی باشی بارد نمیتون، حاجی نمیتون بارد نمیتون. بین در تاجیکستان در یک جا یک ناحیه را من نامش نگیرم بود کدام مسئله را صحبت کردیم. یک برادر اجاش خیلی گفت بابا تشکر زیاد گفت، بسیار گپای خوب بود. در بازار ما گفت قریب 100 تا سوداگر برادرها گوش کنید، 100 تا سوداگر. وقتی که ای پیشی خاری امردین میخره کرچکره در همون درن بازار یک عروس بوده، فقط ترازوی همون را باور میکنن، ترازوی هیچ کار دیگه باور نمیکنن. او میگه با دایم شیرمست میبرن در ترازوی و میسنجن که همین مسلمانی دادگی برادری من آیا مقصد درست داده یا نادرست دادگی؟ برادرها این جای بنام خود تأسف، جای شرمندگی ماند. یک برادر را بگم برادر مرا دست ما بگی 3 ماه پس پول کمیتم، سالا دیگه به یاد نمیدم. در مال دادن فرید میکنیم برای همین یک نفس. همه همین نفس های، همه همین نفس های برادر عزیز. یک دیگر را تحقیر میکنیم، یک دیگر را پدستوید میکنیم، یک دیگر را در تمامی مثال چی کارهای را در این شهرهایی که من گشتم برادرها، اگه شما برادرای من اینجا در ایراد نگرفتیستم، من فقط از برای خدا گفتیستم که هر کسی یکی مبادا یکان خصلتی از همین داخلی سخنها دا باشد
اصلاح کنه که این خیر نداره برادران. یا دیگر فریب کردن، یا دیگر انمتری معاملات مثال باور نکردن دیگر برای چی نمیتنازی؟ نه یک روز دیگر که دامو خیلی گپ زد آخی نمیتنم قرض حسنه دیگر نمیتن داره میگه ندارم برای شطای ما و شما را خوردن. ابیذر غفاری روایت میکنه حدیث امام مسلم در کتابش میاره میگه ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. سه نفری هست برادران الله میگه روز قیامت ما با اینا گپ نمیزنم. اینها مقصد حقی صحبت ما را ندارن. دو این سه نفر حق ای را ندارد که ما با او حتی نظر رحمت کنم. دو سه این سه نفر آدمایی هستند که ولا یزکیهم یا را ما پاک هم نمیگردانیم. چهار ولهم عذاب علیم اینها انتظار باشن که عذاب دردناک میچشن. حال ابوذر خوابو و خسیرو من هم یا رسول الله گفت حضرت این چیزهایی را که شما گفتین خار و ذلیل شدن سه نفر کیان بگو گوش کنیم. فقرأها رسول الله صلی الله علیه وسلم ثلاث مرات سه بار میگه گفت سه بار. بعد از آن حضرت المسبل کسانی که برادرها پاچه را به خاطر کیبر عیشی تعلیم همین استخوانی که داریم در برک پا از همین پایان میکنه و به خاطر کیبر به خاطر مثال ناپسندیه. ول منان دویمش کسایی که خدمت میکنن و منت میکنن. من نمیشیدم میدونی ترا چیکار میکنم من نمیشیدم تمو بودم من نمیشیدم فلان منت. قرآن میگه ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی حتی احساناتون به منت کردنم ثواب شایبه نبرید. سه والمنافق سلعته بالحلیف الکاذب سیمش کسیه که یک برادرش با قسم بارش درامو میگذرونه. ای برادر باور کرد همون چیزی گفتگیه 100% در دروغ گفته سای بار در هم باید بگذرونه باید همین چیز زیان ضرر در سر او میپرتویه بعد دیگه این طرف خودش کارکش دیدن میگیره. همون این سه نفر گفت نفرهای هستن که من در بالا برای شما سخن پیغمبر گفت. انمی چه نفسه انمی نفسه برادر عزیز. برای همین خدا رحمت کن حضرت مولوی را میگو در کشی فرعون نفس خیش را در زمان موسی عمران کنه. نفس هیچ وقت در یگان همین مصرهای عزیزای خدا هیچ وقت نفس در راستش برادر عزیز سخنی نکمگی نیست. زیرا قرآن سوره یوسف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم این نفس لاماره بالسوء خدا میگه هر آینه نفس شما را به سوی بدی میبره. حضرت ابن حجر اسقلانی میگه من توهم ان له ولیا اولا من الله قلت معرفته بالله و من توهم ان له عدوا اعدا من نفسی قلت معرفته بالنفسی. کسی بگه که من از خدا دهم با مهربانتر کسی دارم میگه این خدا را نمیشناسالی زیرا از خدا در مهربانتر کسی نیست. کسی گوید که این نفس میگن دشمنه ای دا با ما دشمنای سخت دارم میگه این نفس نمیشناسم. این میشناخت نمیگفت که ای نفس با من دشمنی سخت دارم. برای برادر عزیز همه این بدبختیایی که در باید میمون بشد ای حساب نفسه. یک قصه میکنم دوام میکنم. یک آدمی میگه همین کلان میگه در آمد میگه خانه در آمد من خیلی خیستم دویدن سلام یک عابد یک بیچاره یک آدمی با حکمت یک آدمی که این امروز کار کرد برای ما مثال 10 شدگی 6 تا ذکراش کرده هم گرفت و من میگه در بالای سرش گفت تو کی ایجاد نمیخیزی تو میدونی که من کی کسی را بخوام از همین شرگو به درگاه میکنم 10 آدم همین رنگی تو را به درگاه کردیم 10 آدم های دیگر را امر کردگیم نابود کردگیم تو کی گفته با عظمت پیش من میخیزی گفت من از تو در زورم گفت تو چی زوری داری گفت همون نفسی که تو را به همین احوال آورده من همون نفس کشتگیم
تو زور یا من همین نفسی که تو را گفت در همین حالت غرور آورده در حالت هم تری شب بلند هوای آورده همون نفس من کشتگیم آیا تو زور یا من از این لحاظ برادرای عزیز و گرامی همه نمی چیزهایی که داریم نگاه کنین همین ترک فرمانهای خدا بی پروایی ها بی اهمیتی ها فریب کردن حق یا دیگر را خوردن یا دیگر را فروختن چیزی باشد همش آمده در نفس حل می شود الله مهربان عمر دراز تان بده ایمان کامل تان بده از خدا می‌دارم ان شاء الله که خداوند توفیق عمل کردن بر آنچه که شنیدیم برای ما نصیب